کسی که شونه یخ زده داره نمیتونه دستشو بیاره بالا، از جلو، از بغل و از پشت، حتی نمیتونه دستشو به پس سرش برسونه. توی این ویدیو میخوام یادت بدم چطور با تکنیک‌های ماساژ درد شونت میریزه و دست دامنه حرکتیش زیاد میشه. یادت باشه شونه یخ زده نیازمند ماساژ و تکنیک‌های ورزشیه که توی این ویدیو تا اونجا که میتونیم یادتون میدیم. شونه یخ زده 3 تا دلیل داره. دلیل اولش بیماری‌های متابولیکی ان. پس توی افرادی که دیابت دارن، افرادی که مشکلات قلبی دارن، افرادی که پارکینسون دارن و افرادی که کمکاری تیروئید دارن دیده میشه. عامل دوم برای کسایی که جراحی‌های سینه و جراحی‌های روتیتور کاف انجام دادن دیده میشه. چرا؟ چون مجبورن دستشون رو توی حالتی قرار بدن که برای مدت طولانی دچار بی‌تحرکی میشه. این بی‌تحرکی مفصل شانه باعث یخزدگی شانه میشه. عامل سومش خوابیدن روی دسته. خیلی از افراد روی یک طرف دستشون مرتب میخوابن. این باعث میشه که تاندون عضلاتشون کش بیاد، رباط‌های سرشانه کش بیاد. در نتیجه درد ایجاد میشه. به خاطر اینکه فرار کنن از درد، دامنه حرکتی خودشون رو کم میکنن و رفته رفته دچار شانه یخزده میشن. شانه یخزده 3 تا فاز داره. فاز اولش درد ایجاد میشه. فاز دومش انجماد ایجاد میشه، یعنی بی‌تحرکی، مفصل قفل میکنه. و فاز سومش میریم برای بهبود. مدت زمان اینها متفاوته. از اونجایی که توی شانه یخزده التهاب ایجاد میشه، این التهاب سرایت میکنه به عضلات، بنابراین عضلات جلوی شانه، عضلات بغل شانه، عضلات روی کول، عضلات پشت کتف، عضلات بین خارهای مهره‌ای، عضلات بین کتف‌ها از ناحیه پشت و عضلات زیر بغل همه دچار کوتاهی میشن. من ماسور وظیفه‌م اینه اول اینا رو آزاد بکنم، بعد بریم سراغ کپسول مفصلی. چون تا این عضلات آزاد نشن، این کپسول مفصل تغییری توش ایجاد نمیشه، چون اینا همه به این مفصل وصلن. بریم با هم دیگه یادتون بدم چطور با تکنیک‌های ماساژ این گرفتگی‌ها رو رفع بکنیم که مفصل دامنه حرکتیش زیادتر بشه. قبل از اینکه بریم این تکنیک‌ها رو یاد بگیرید، اگر عضو کانال ما نشدید کانال ما رو سابسکرایب بفرمایید، لایک و کامنت یادتون نره. اگر مشکلی توی شونه دارید بنویسید، چون خودم شخصا کامنت ها رو جواب میدم. اولین کاری که باید بکنیم جلوی شونه و روی شونه رو روغن مالی بکنیم. ببینید بیشترین مشکل مال این منطقه است، چون سر استخوان بازو میخواد داخل این مفصل بچرخه. اینجا عضلات کوتاه شدن، یعنی عضلات دلتوئید قدامی کوتاه شدن. پس ما حرکتمون به این حالته، از جلوی شونه به سمت بغل شونه حرکت میکنیم. نکته کلیدی، یک سری اعصاب از اینجا رد میشن، باید حتما این منطقه ماساژ بگیره. چرا؟ چون توی شانه یخزده کتفا نزدیک شدن به هم دیگه، پس این عضله کوتاه شده. ما باید اینجا رو حتما ماساژ بدیم، جلوی شونه رو ماساژ بدیم، روی کول رو ماساژ بدیم و از گرما هم حتما استفاده بکنید. دقت بفرمایید، در افرادی که شانه یخزده دارن، اغلب تاندون عضله سوپرا اسپیناتوس که میاد اینجا وصل میشه، توی این منطقه ممکنه دچار پارشیال تیرینگ شده باشه. چون کسی که شونه یخزده داره اغلب دیابت داره و توی دیابتی ها عضلات، تاندون ها و رباط ها پوسیده میشن بعد از مدتی. بنابراین تکنیک های ماساژ ما باید از سطح به دیپ باشه، اونم به شکل پلکانی. توی دیپ هم که رفتید باید بلافاصله برگردید به سطح. این نیست که عمقی فشار بدید، چون عمقی فشار دادن باعث میشه که بافت بره تو گارد و یا آسیب ببینه. پس از اینکه اینجا رو آزاد کردیم، مورد بعدی که باید ماساژ ببینه قسمت بغل این منطقه است. دقت کنید، موقعی که دست از بغل میاد بالا، معمولا درد توی این منطقه میفته. درد توی این منطقه مربوط به گرفتگی های این منطقه. پس ما اول اینو آزاد کردیم، حالا باید بریم اینجا رو هم آزاد کنیم. در ابتدا یه مقداری روغن توی دستمون میریزیم روی بافت بغل شونه و روی شونه رو میبینیم. ببین حرکتش اینطوریه. ما توی شونه یخزده این حرکت رو نداریم، این ممنوعه. از این وقت چرا این ممنوعه؟ چون اینجا ما یه بورس داریم، معمولا ملتهب میشه. ما تمام تلاش رو میخوایم این بورس بره سر جای خودش. اگر آوردیمش به سمت پایین بدتر میکنیم. چرا؟ چون این بورس مانع این میشه، موقعی که میخواد بچرخه مانع این میشه که این بچرخه. آوردیمش پایینتر، زودتر این دست قفل میشه و دامنه حرکتی مفصل خودش مشکل داره، بدتر میشه. پس ما الان نگاه کنید، از وسط بازو به سمت سرشونه حرکت میکنیم، از جلوی شونه به سمت بالا حرکت میکنیم، از پشت به سمت بالا حرکت میکنیم. میتونیم از ناکل هامون هم استفاده بکنیم. اگر باف سفت کیسه آب گرم حتما باید استفاده بکنید. دستتون به شکل مشت نیم گره کرده است. با فشار
سنگین نرید. آروم آروم میشه از جفت انگشتای شست در کنار هم دیگه تحت عنوان حرکت ناکل ها استفاده کرد. حرکت بعد موبیلیزاسیون شونه است. دستمون رو میذاریم زیر استخوان ساعد، تقریبا 1/3 ابتدایش. یه دستمون رو میذاریم اینجا. آروم شونه رو میکشیم بالا. آروم آروم. هدف اینه که این گوی داخل این شروع بکنه به چرخش کردن. دقت کنید از انجام حرکات انفجاری کاملا اجتناب بکنید. آروم آروم دامنه حرکتی رو زیادتر میکنیم. این کمک میکنه که دست راحت‌تر بره عقب. اگر دست نمیره عقب هی فشار ندید که زود ببریدش عقب. این باید انقدر این دامنه حرکتی رو آهسته و پیوسته آروم آروم بیاریم بالا تا دست بیاد بالا. هر وقت دست اومد بالا راحت نگاه کن آرنج خم میشه. حالا توی چرخش خم شدن آرنج به سمت عقب نگاه کنید کتف فاصله میگیره. اینجا رو نگاه کنید، تمرکزتون رو بذارید روی اینجا. نگاه کنید دست که میره عقب کتف حرکت میکنه. عضله بعدی که باید روش کار کنیم یکی بالا کشاننده کتف و دوم رومبوئید یا متوازی الاضلاع. پس اول دامنه حرکتی اینو افزایش میدیم و بعد میریم به سمت عقب. حالا برای اینجا هم مقداری روغن میمالونیم، شروع میکنیم به حرکت. ببین حرکتش اینطوریه که انگشت شست روی دست تارهای عضله لواتور اسکاپولا اون قسمت بالاییش، چون دست که میاد بالا اینجا قلمبه میشه. پس ما انتهای ریشه گردن به این حالت، اگر این مهره 37 باشه مثل 8 انگلیسی، به این حالت حرکت میکنیم و به این حالت گرما هم میتونیم بذاریم اینجا. حرکت بعدی ماساژ عضله تراپیزیوس، یعنی توی این منطقه تا این منطقه. اینجا ما یه تراپیزیوس مینور داریم، یه تراپیزیوس ماژور داریم. دست که اینجا حرکت میکنی یه صدایی میده. این وسط این دو تا دست تاره. مبادا فکر کنید اینجا مثلا مشکلی وجود داره آرنج بذاری هی فشار بدی. شما حرکت میکنی با نوک انگشتات پلکانی میری بالا. برای کسی که شانه یخ زده هست اینجا چسبندگی داره، میتونیم از بادکش استفاده بکنیم، میتونیم از کیسه آب گرم استفاده بکنیم. ببینید دست که میخواد بره بالا کتف میاد بالا، یعنی عضله متوازی الاضلاع به لبه این کتف و خار مهره ها وصله. پس اینجا باید حتما خوب ماساژ بگیره. پشت کتف هم همینطور، این منطقه باید خوب ماساژ بگیره چون اینجا ریشه های عصبی داریم که فوق العاده دردناک هستن و اجازه نمیدن دست به چرخه. تریگر پوینت های این منطقه درد میندازن جلوی شونه. پس از اینجا میریم به سمت عقب، جایی که عضلات ترس مینور و ماژور وجود دارن. نگاه کنید روی لبه کتف حرکت میکنیم، یک کوچولو میریم پایینتر، یعنی پایینتر از لبه کتف. قشنگ زیر دستمون ترس مینور و ماژور رو حس میکنیم. اینها باید حتما آزاد بشن. عضله بعدی که گیر میده و نمیذاره کتف به چرخه عضله هست به نام عضله لاتیسموس دورسی یا پشتی بزرگ که از وسط استخوان بازو میاد میچسبه به اینجا. موقعی که این میخواد کتف حرکت کنه قلقلکت میاد، کتف میخواد حرکت کنه، این منطقه باید حتما ماساژ بگیره آزاد بشه. پس توی شونه یخ زده درگیری عضلات خیلی وسیع‌تر از مفصله و تا این عضلات آزاد نشن نمیتونیم بریم سراغ مفصل. تازه عضلاتی که آزاد کردید اگر دیدیم کپسولیت داره مجبوریم از درای نیدل استفاده کنیم، یعنی یه سوزنایی بکنیم داخل مفصل که کپسول آزاد بکنه و این کار فیزیوتراپیسته، کار ماساژ تراپیست نیست. شونه یخ زده هنوز ادامه داره. چرا؟ چون نیازمند حرکات ورزشی و جنبش پذیری در مفصل شانه است. توی ویدیوی بعدی حرکات ورزشی مخصوص رفع درد شانه یخ زده و افزایش دامنه حرکتیشو به شما یاد میدم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد جهت حمایت از ما این ویدیو رو برای دوستانی که درد شانه دارن بفرستید.